اینک دوستان عزیز باز یک سری دیگر مال را برای شمایان با فروش پیشنهاد نمودم. این هم به مانند مالی که یک 15 minut پیش با فروش پیشنهاد نمودیم. این هم کارپات است. دوستان دربارش بوده سمنتال با کارپات گیبری شده است، یعنی که خونوجینچه 5 شبانه روزه. اینک مسئله خورد خوراک سلامتی هاش به نهایت زور. او اید خورد خوراک و سلامتیش یگان خیلی کمبودی دیدن نمیشود. مالی پیشکش نموده رو از 8 تا 9 لیتر با شیر تامین کرده شده است. کسی که میگیرد به نهایت برکت مییابد. دوستان عزیز مسئله خورد خوراک اینا در نور خیلی که دیست همه خوروی است که مالی پیشکش نموده نو دویم گوسالش رو تولد کرده است. چهار چوچی آباد چوچوی فسانی یک خیلی داره دوستان عزیز. اینا مرحمت سرتی که مکان. دوستان عزیز در وقت جوشیدن شیر یگان خیلی شرط زنی یا اینکه خصلتی بد ندارد، با آدم خیلی و خیلی اعلی است. چهار چوچی آباد آسان جوشیدن که میلویم است. کسی میگرد به نهایت برکت مییابد. اینک دوستان عزیز اینک مسئله نرخنامه‌اش 18400 سومون باز معامله دارد. دوستان عزیز نگفتن مال پیشکش نموده مادرزادی کل است، یعنی که به شوخ. کسی میگرد با گارانتی با مال پیشکش نموده یگان خیلی نقص یا اینکه کمبودی دیدن نمیشود. مرحمت دوستان عزیز کسی میگرد برکت مییابد. نرخش هم دسترس است. نرخ یک هوموجینی بوقان رفته 18400 سومون باز معامله دارد. دوستان عزیز نرخ یک کلوش است. کسی میگرد برکت مییابد. این دندانهایش بس کشی. السلام علیکم دوستان عزیز، باز یک بار دیگر همه شمایان رو خوش آمدید میگم به شبکه یوتیوب کانال ما. امروز من نوار کردم بهر شمایان یک سر مالی ذاتی شیری رو خواستم به فروش نمایم. در نوار امروز یک سر مالی سیاه کارپات قرغیزی به فروش پیشنهاد شده است. من خواستم معلوماتش رو بهر شمایان پیشکش کردم. اینک معلومات میدهم درباره یک سر مالی سیاه کارپات قرغیزی. اینک مسئله خورد خوراک سلامتی هاش به نهایت زور. اید خورد خوراک و سلامتیش یگان خیلی کمبودی دیدن نمیشود. مالی پیشکش نموده نو یکون گوسالش را تولد کرده است. گوساله دربارش بوده بوقچه 6 شبانه روزه، یعنی که بوقچه است. بوقچه کارپات تولد کرده است دوستان عزیز. اینک مسئله مقدار شیرش از 8 تا 9 لیتر با شیر تامین کرده است. خیلی که ما و شما میدانیم شیر دادن مال جوشو از خورد خوراکش به نهایت وابستگی کلان دارد، یعنی که از آخرش است. چقدر که نغز بونی کنید، چقدر که نغز تربیت کنید، همین قدر شیر رو زیاد میگیرید. اینک مسئله جوشیدنش رو بهر شما پیشکش میگردونم. اینا دوستان عزیز مول آزاد ایستادگی. اینا گوسالش مکیده ایستاده است. اینا چهار چوچی آباد کنارهای یک خیلی اینا آسان جوش میلویم با آدم خیلی یگان خیلی شرط زنی یا خصلتی بد نیست. اینا چوچو بین همدیگر دو انگشتی فرق میکنن راست، یعنی اینا کسی میگیره به نهایت برکت میاره. او پرنگشان جوش اینا دوستان عزیز چهار چوچ خوبه. اینا او آزاد ایستادگی از اون قصد قبل نیست. اینا شیرینار جوشیده ایستاده است. اینا بس اینا گوسالچه‌اش هم خوب شروعات است. اینا گوساله‌اش دیگه خود از پاش معلومه 6 شبانه روزه گوساله. مرحمت دوستان عزیز تا اینکه دیر نمونید. دوستان عزیز برای یک روزگاری مایده این مالی پیشکش نموده ما خیلی موافقت میکنم، برای اینکه 7-8 تا 9 لیتر با شیر تامین کرده ایستاده است. یک عائله‌ای که نقل خونه کرده بودن است با شیر تامین میکنه. دوستان عزیز نوار است. لگ مال رو از نظرش میبینید خیلی صفتی بلند، استویکای فسان کارساش هم وسیع است. مرحمت دوستان عزیز اینک مسئله نرخنامه‌اش رو بهر شما پیشکش میگردونم. 18800 سومون باز معامله دارد. تو اینکه دیر نماند اینا دوستان عزیز نو 4 دندان گوسالگاش رو عوض کرده است از مالی پیشکش نموده. همه دوستان عزیز اگر نوارهای من به شمایان پسند آمده باشد لایک و پادپیساس رو حتما فراموش نکنید. دستگیری شما دستگیری ما. مرحمت دوستان عزیز و شخصانی که این مال محقول شد مرحمت. همین نمرهایی که روی اکران موندیم واتساپ داریم در تماس است. مرحمت واسطه واتساپ یا اینکه زنگ زده خریداری کردن ممکن است. مرحمت دوستان عزیز تا اینکه دیر نمونید.
مول آزموده است، یعنی که سری خورمگی است.